سلام علیکم خوار جان. زیاد خوش آمدید جانک جون. تو خوب هستی؟ سلام علیکم. خوب هستی؟ جانک جون. خوب هستی؟ مثلا در خانه بریم، در خانه بریم، در در خانه میریم، خانه همیشگی ما. خب چرا آرزوی گپ نمیگه؟ یک دقیقه سمیرا چیز نمیگه مش به خدا یک دقیقه چرا به ما دروغ میگه؟ یک دقیقه سمیرا جان خیره نه به خدا چیز نمیگه مش سمیرا یک دقیقه صبر کن یک دقیقه سمیرا جان آرزو میگم چرا مادرم رفت؟ خب میگم به خاطر پدرم خفه شد. تو پدرم قبول داری؟ قبولش میکنی که در خانه بیاد؟ آرزو گپ تیر نکو. پدرم یک گوشه بون میگه مادرم چرا رفت که تو گفتی تو هم گفتی که ما دعوا کردیم. چی دعوا کردیم؟ چی گفتیش؟ خدا باری پدرم یگان گپای زشت گفتمش. چرا بگی؟ هیچ مادرم هم سر درکش نیست، چیام نیست. سلام. خب از یگان گپ دفعه خودم جور میشه. تو خانه خالی مادر خانه خالد رفته باشه شاید. خانه خالیم رفته. دیگه اینال ما جان ماما ما تصمیم گرفتن نمیتونیم به خاطر که رضایت تو اگه باشه تو خوش هستی جان ماما. مادرت خونه گفتم که خوش است، بچه خوب است، خاندانشان خوب خاندان است، دیگه مشکل نداریم. اینال تو جان ماما نظر تو چی است که آمدن این دفعه با چی بگویم چی کنیم؟ تو نوی گپا رو فهمیدی؟ من از چند سال است که از سال که پدرم رفته گپا رو میفهمم. خلاص دیگه ما حق داشتیم که بفهمیم. تو چرا گپ از ما اگه تو آل زجر میکشی من اینقدر سال زجر میکشیدم. خلاص دیگه یک بس مرا درس سلام. این پدر تو نبود، پدر اردی ما بود. وقت ما بود اقاسناتم بود که باید خبر میشد که اینمی آدم پدر ماست. قنازام نکه بابا بخی سر شانایت را دادی شده بچه. مادر چطور کنم دیگه؟ خب گفتی یگان تا خیر باشه میشه بخیر جور میشه. آستا جو نه بخیر ما ترمش ناس میادت است حتی نیم خشیاره میگیری در فرق دخترم وار میکردی تا گپ میزد. چرا قلاغر شدی؟ قلاغر شدیم. مادر آمدی؟ مادر کجا رفتم؟ الله ترک چه کسی مادر رو خود دخترم تو چی وقت آمدی؟ به ما زنگم نزدی اول مادر آمدی؟ جان زنگ زدم تلفنت خاموش بود. من خب به خاطر همیشگی نرفته بودم صدقه شما. ما گفتم که اگه ما برم پس میایم. من که آمدم نه مادر است نه دیگه آرزوم یک رقم جگرخون یک رقم چی یک گپای شده. مادر چرا یک اول نمیتین؟ تلفنت چرا خاموش است مادر؟ هر چقدر زنگ میزنم رخ نمیکنه. او بچیم تلفن من خوج هارتن کار نمیداد. کجا بودی مادر جان؟ خانه همو شکریه خورخانم. شکریه؟ خورخانم یک دفعه خانه ما آمده بود. من چه میدونم. هم خانه که چشمکاش میشی بود مثل خودت واره. خب اون خانه از او رفتم بچیم. من از روی مجبوریت رفتم. خلق مرا میخوارد بیخی تنگ کرد. چرا مادر جان؟ بیخی آرزوی تو خلق من تنگ کرد بچیم که بیخی دیگه از مجبوری گفتم بیا که برم یک چند روز از خانه خدا گم کنم که همین دلتنگیم دیگه رفت شد. بیخی وضع مرا دیگه دختر خراب ساخت. من که نه اومدم مادر.
سایکو این قدر وقت است ما اومدیم آرزو ما اول دروغ گفت. می مادرم کجاست؟ میگه خانه بیبیم. گرفتیم با بیبیم زنگ زدیم، بیبیم میگه نیست اینجا. با خاله‌ام زنگ زدم میگه نیست. با مامانمشون زنگ زدم میگه اینجا نامده. کجا نمون که من تو رو نپالیدم مادر. او طرف و روی طرف بودم. روز ما هر روز از خانه بیرو برو پس به ناامید چون نیست مادرم. اولا می آرزو و ما اول قطع نگفت که پدرم پیدا شده. بعد از یک وقت شش پدر پیدا شده. من مادرم قار کردم، من تو کردم درباره پدرم تو گفتم. ما آرزو رو صحیح فهمیدم تو چی حق داری امروز مادر تو رقم گپ بزنی. نکو مادر جان صدقه چمگریان نکو خیر دیگه. بچه‌م دی امید خواه اولاد کلام نکردم دیدی پیشوری نظر چقدر ما خواری و زحمت کشیدیم. این بچه چقدر مشکلات ما کلام کردم چی که پای نبود که بر من نزد. به خدا که دمی روی سگم همون گپ میگفتم مثلا قبولم نمیکرد که من گپای سخت خودشون پشیمان است میگه او قار بودم خب از یک نگاه حق دارم مادر سایکو کسی که قدر سالا گم بود. سمیرا تو چی قدر هوانستی؟ تو چرا قسم کارا رو میکنی؟ میخواستی توقع رو نداشتم. کدام کارا؟ تو چرا موسال مورد جنگن وقتی جنجال جور کردی؟ امروز سلمه چیو نزده بود با صدای بلند گپ نزده بود. تو چرا قسم کارا میکنی؟ با خدا برات بد است. باز ما پیگانه نیستم دیگه کارا رو تو در جنگ میندازی. این ضرور بود بعد لازم بود اگر پزم کردن نمیتونستی کشیشتی و سلمه گفتی که مادر تعذیت کرد نه تو چوبش گپ نخلاص شو باست بگو یعنی ما برش گفتم که مادر مزیت کردیم از خاطر ما قار شد رفت تو ضرورت بود که مرچ نمکدار برش بشین قصه کنی. چرا تشویش مادرت بود خوب گفتی برش گفته بودیم خانه از کجاست؟ میگفتی برای تشویش بود دیگه تو باید کل گپ میگفتی به خاطر که تو این شیطنت است جنگ اندازی است. ما حضور با هم دیگه به جنگ انداختیم. با خوبی گفتم باش دیگه از جمع شد. با خوبی ما رو به جنگ انداختی. خوبی ما رو می‌خواستی. اگه تو خوبی ما رو می‌فهمیدی، می‌خواستی، این قسم کارا رو نمی‌کردی. چندان آینده خاص نداره. مادر تو مت برش کارا رو نکن. امروز اینجا صبر جای دیگه میری، دیگه جای میری که پرده یک جای شود. این قسم شیطنت بازی پرده تو جای نمیشه. این که اول ای که ما خانه تو نستیم مادر رو گفته بود دیگه پارتنر پرده تو جای نمیشه وش مربوط خود میشه. حالا میگه داره یعنی یعنی باید تو چون جور نمیدی به خاطر می زبانت به خاطر می شیطنت بازی به نظرم که نمی قسم جور نمیدی خلاص شما با سرگت گپ بزن. ما به خاطر شیطانی نگفتیم که ما شیطانی کرده باشم زیاد خوار جگر خون بود ما گفتیم باش دروغ جمع شود. تو این کار نگفتم دروغ نگفتیم. تو چرا بری به سلما شیطنت کنی شیطنت نکنی پرسان کرد ما گفتم نمیگفتی چرا بگی خیلی ببینی برو بچه با سوال کنی شیرینی دادن که دل مام نیست تو قدر دیگه باز خود پیش از اون تو جزاگاشتک نگی خون که هر چیز که گفتم بگی خو دیگه باز نخودم کل گپار میگم باز گپای که باز انتخاب خودم باشه صحیح انتخاب میتونم با سر شام کلو خدا میره آن بچه نم خلاص شد نه بخیر پناه اون بیاد جان نه شکلیت آورد خیلی یالا شما خیلی ببینید دیگه دیگه دختر ما به خدا و خودتان می‌سپارید خیلی بینید داماد بچیم خدا قدم شد میکنه به مایم میگن وید شون خدا خوش داشته باشه خوشیشونه تا آخر خوش داشته باشه خدا جانشنگ چاله رو قسم کردیم که بچه های که نمیدم اینمت تا که نواسه را بردم اینمت تا بچه ننو را میدم کم ما و کرم شما دلار من برد اینه دختر خوارزار نمیشه همه تا نگاهش کنه که گل سر سبت واره شما باشش تو خورزار بشه باز خودم پیش برش نمیم گل بچه هست باز میبینی دیگه که چقدر خدا تا ما را میکنی در پالیش از او خیلی نمیکنه را بیا از اون سنوی دیگه سرسبیل رفت خدا میدونه کجا گم مرگ شد یک بسیار دختر ایورم الله بسیار بد اخلاق دختر بود اون خود دیده بود زبان باز کتیروی فتیری خود الله در داده بود نانی بیچاری مغار غار کرد چلو صاف زنه گشتن
آره سی رقم سنودم بیخی یا بیز دیوانه میشه مریض میشه چه قدم غم غصه کشش کنه که خوراک شیرین میگه دود صدا میکنه باز یک دختر که سنگین و عاجز و آرام باشه چطور انا تربیه از خوب می بود چرا در خانش با چه سفید مدرامه واه میار دقیقات میکنم یک دقیقه مادر اعصابم خراب میشه قدر سالا گم بود حالا بعد از قدر سالا پیدا شده او که تو بخشیدیش ما نمیتونیم مادر ما نمیتونیم خصوصا من خو اصلا نمیتونم ما از وقتی که رفت من شوک بودم تا اون قدر وقت من هر روز هر دقیقه هر ثانیه درباره پدرم فکر میکردم کجا شد قدر دختر و بچه دیگر میدم پدر داشتن من نداشتم پدرم کجا گم شده مرده بعد از قدر سال مادر تو نگفتی مگم که پدرت مرده بعد از قدر سال پس زنده پیدا شد او بچه ما گفتم درست است ما جواب شما رو چی میدادم هر وقت لحظه از ما پرسان که فلانی پدرش آمد همسایه رو میفتی پدرش آمد پدرش به دختر شیر خرید به بچه شیر خرید مادر پدر ما کجاست ما بر شما چی جواب میدم حقیقتا میگفتی کاش حالا آرزو فکر میکنه که ما کل چیز خبر داشتیم من از یه چیز خبر ندارم چیزی که با او گفتی خب با ما گفته بودی من فکر صحیح سوال میفهمیدم پدرم رفته از پیش ما دور شده خود نمیفهمیدم مرده باز تو از تو که پرسنال کردیم تو گفتی که مرده حالا بعد از قطر سال پست چرا پیدا شده چی رقم پیدا شد بچه‌م تو میگی بخشیدی من نبخشیدیمش چی رو ببخشم برش عمرم تیر شد جوانیم خاک شد گفتی اگان تا شما خورد بده نوروزو در بطنم بود در دنیا آمد کلان شد باز ما او رو ببخشم چرا ببخشم چی گفته ببخشمش خب مادر امور ما میگم خیلی با کدام مقدی خانه آمده بود با کدام حق خیلی ما آرزو رو چی کرده بود که چه میگم ما پدر هستم ببخش مورای تو که آرزو کل چیز به ما گفت او بچه با کدام حق مادر خیلی کارو رو کرد ما رفتم شفاخانه مریض بودم امی آرزو مرا گرفته برد شفاخانه خونم معاینه کردن نه باز مریض بودم تو وزنم خراب بود گنگس بودم بیخم تو وزنم خراب بود رفت خونم معاینه کرد خدا رو چی در زندگی شخصی ما تو سر زندگی خودت باشه فقط طرف شوید باشه اما شو تا تو نگاه ضرورت نیست که در زندگی ما مداخلت کنی مشکل فکر ما البته به خاطر اتفاقی در خانه خود نخواستی فکر تو میگرفتی مادرتم گپار نمیزدی جیگرخونش نمیکرد بس تو نصیحت نخواستی دلم زندگی و دل مادرم مربوط تو خود ما میشه مربوط تو نمیشه یا که دلت خوبیت فکر میکنی من خب به خوبیت میگم خوبی هم قسم میشه که تو مورد جنگ انداختی در جنجال انداختی اون مسافر بود من نمیخواستم که با جزئیات پیش برم بگویم اون مادر اومده بود مادر میشه قضیه موضوع بگذره درباره ما به سلمای چیز نگویم خب باید مادر جان نمیشه براش نگویم اون تو گفتی دیگه ضرورت نیست که مادرم بگویم تو گفتی گپ اصلا پیش سعی که گپ بود نمیمونه آرزوی گپا نه من نمیخواستم قضیه بانو تو بشنویم ما وقت شیطنت نگفتیم حالا خوار بود اصلا نداره بین شما دو تا شیطانی خوار بود از خودم پرسان بگید خودم برش توضیح میدادم این ضرورت نبود که بعد تو میگفتی تو من صدا بلند نکرده بود گفتم به من تو خیلی خوبی رو میفهمی خوبی رو میفهمی کم دخانی مردم زندگی کنم بیت فقیر پتا راست میگه خانه مردم خانه خود آدم نمیشه خب من نمیگه بر خوبی سلما گفتم موم رفته گفت پیش خور خود گفت خال نمیگفتی ما قرار گفت من به خوبی گفتم که باش دلت جمع شود من چون بازی پدر رو باید قدر بیغم باشه است که نیم کجای طرف الاده نیم شو طرف خو یک طرفه که دیگه ماشی کجاست بازی چند روز یک اول نمیگیره یک دفعه نامد اینجا چون گری میرفت این آدم از عقل تو داماد بچه خدا دختر ما مگنیم دختری ورمسیم دختر نانوی این بچه نانوی تو میره گفتی اگان تا دختر نانوی دختر مستی بیگانه نیستم کل ما رشته که بافتک در بین خود داریم انشالله با دعا میکنیم بریم که ناوقت میشه کجا؟ حالا میرونیم نه خیر بینی زنده باشی میریم که نوقت میشه حالا نمیباشه نه خیر بینی یا مریض است قجمه دختر جمع باشه حالا خشنی میبرن خشنی میرم باز میم دگشته میم باز دیگر روز باز خوب یک دو سه شو میپایم خانه ما میگم قرار مگم زنت باشه نه زنم خب میایه او را خب گفت میایه کتش گپ هم زدم میایه بخیر امروز باید شیرینی میدادیم امروز باید میام 100%. نه خب ما چی گفتم چند کرد گفتم خدا با خدا چند کرد گفتم زن جوان شوی پیر دیگه همت زور چلانی میکنه زور چلانی داره چی نباشه خوار تا خدا انصاف بده
زری داماته که مرا سر شده در داغشته کنی کلا ما تیت بطرک شده مگن لغیل نه خب مادر حالا اگر چیز اگر حادثه نمیشد چرا تو میشد حادثه شد خدا وارا ببخشه خب قسمت بودم موتور اگر نه کجا ما خوش بودیم که خدا نخواسته و بمرن و رقم شوا و او رقم گاز خب خیر قسمتشان بوده خدا همون گاز نصیب قسمتشان بوده مشکل چیز با نشد بریم خیلی گپ عمرشان همه قبضه با نشد بریم بخیم وقت میشه باز 2 روز بعد پس میایم خواه بخیر مرا گفت خیلی تو مادر همینجا برو تو بیشی دو چوکی ما میرم دوایت میگیرم ما کم تیر میشم که دیدم که پدرت از این بغلم تیر شد اما تو یک شکی شدم سر صدا کردم گفتم که استاد گفتم هرش تو نیستی گفت خب گفت که سعی کردم جوبسانی کردم گفتم ما امی گله ما کردم یعنی گفتم چی گناه ما کرده بودم چی بر تو گفتی اگه تا کمی کاسی کرده بود چی بر بدیم رسیده بود اولادای تا به وقت نان نمیدادم آیا خودت تا گفتی اگه تا بی احترامی که چی گفته بودم که مورا متریلا که دخترم دبادم تو خیسی رفتی چی گفت چی بازی داده چی کدام جواب یه چیز نگفت همه گفت که آدرس خانه را بتی ما خانه میم کلی که قصه را میکنم بر ما آدرس خانه را دادم آمدم خانه که تا آرزو دیدم اونجا یک نگاه دید فیکیس ما میگه برای آرزو دروغ گفتم خدا ببخشه دیگه که من دروغ گفتم بچه‌م گفتم هیچ همسایه بود گفتم پرسان کرد که می اتاق عاجل از اشتکایش مریض بود ما اون را نشان دادم گفت آمد که دیدم که بر صبحش بود کی آمد دیگه خانه‌اش که تمام مشکلات بود این بندی شدم این رقم سرم را جوری شد کار میکردم سر کار صاحب کارم اچم پول و پیسه شد نچم چیز قیمت باش گم شد دیگرها را ما تو سر شکی شد خانه شک سرما شد که من بندی شدم 10 سال قید کشیدم وقتی که از ما بس خلاص شدم بچه‌م گفت که ما برتان گفت پیسه روان میکنم کار میکنم پیشتانم گذاشتم شماره یک تان پیشم نگاه از بی پیشم بود موستان مرد جنگ انداخت دیگه چیسته آسنا خود چی گپ زده بیچاره میبینی چقدر بنرمی که تو گپ میزنی که یک نفر یه ما نشناختیم که تو شرانداز هستم در خانه ما جایش دادیم همون شراندازی و جنگ اندازی میزنم تو تا اون روز یادت میگه سلمان کردیم به صدای بلند گپ زده باشن اما از خاطر جناب علی سرما چیغ زد سرما بلند صدا کرد آرزو یک چیز ما برات بگم همیشه در گوشت باشه خام حالا تو در خانه نیستی که تو سر هر کس چیغ بزنی یا هر کس کارش دعوا کنی حالا و اونمو خوشی تو میشه حالا تو فکر کن که سر از او خوشگیری میکنی ما چی کنم سایکو آسنا تو خوب میفهمی که مرا شیطان خیلی یک دقیقه مرا گوش کو باز گپ بزن اصلا میاد به سفر بشه که تو گپ حالا میاد مرا میبینی همین چی کارا که سر من نمیکنه نه اون رقم خوشوست نه حالا تو اینو ببین خوی بیچاره هیچ زبان نداره آسنا جان اگه تو سیارسی میگردی پیسه سر میره قسم رویه که دیتا میکرد دلم زندگی قصر خرس نیست به زندگی ما مداخله کنه یا بیخی سرم بعد خورده میشه که زمین قلجی گرفته از خانه بکشم میشه آره یک بار نزن یک نفر میگه در خانه تو اومدیم شیشتیم خود در خانه خود چرا در خانه خود مادرم گفته میگه باید خانه داماد کردیم یا بسته فامیلشه نکنی اما که از زبان خودم سلمان بشتی قدر عصبانی نخواد میشه درک میکرد ولی که بر زبان شیطانه تو بعد دیگه لفظ برش بگه طبعا قاد میشه مزید شله است که بیا برو اونجا بشین برو زیر دست خوارزاده بشینه نیده هم خانه خود از خمر زود جور کده یک هم بامش جور کدنی بود نیده قصه از اونجا است نیده قصه از اینجا هم دل خودش خوش باشه صحیح است باش بیا یک دفعه مکش گپ یک طرفه میکنه من قبل خود نمیشه یک آسرا کده میتونه صدای خود بلند برده میتونه خلاص اینه تو کو فرمان داده بره بر فرمان دادن تنها خوب صحیح جور است حالا باز ما کجا کرده تو آرزو خوشوگری کردیم که تو قدر من خواستم گپ زدی راست می بکرد یک کس که خوبی کنی نمیفهمه حالا هر چی که شرایطان هم شما نمیشینه شیرنی را گرفتن دیگه خوش شده دیگه چی میگن اما گفته کنانا میگه که پاچهش کهک در آورد نه شیرنی را گرفتن دیگه برم خوشحالی که برم که بخیر بچه را اول بتون دیگه شیرنی سرش چپا کنیم جوری کالا زر بچه هم هر دقیقه زنگ زمیر چی شد مادر چی شد میتن شنی نمیتن حالا دخترشان مرا دیدیم که بچه اون خطایی نکو در تبه قرار بخو با خدا خطاستی
تفت نرسید جوش آمد نه حالا دیگه بخیر خاطرتان جمع شد باز یک وقت پشت ما خواستگار میامد دفت خدا پت میکردیم بچه علایده خدا پت میکرد دختر علایده خدا پت میکرد راست میگی مادر شرم میکرد تیا میکرد از پدر از مادر که حالا بچه های زمانه دیده در آمدن همون طرف مادر ما را که میگفتی نه اوش که نامزنه بر ما نگیری نه دیگه البته ندار دیگه خدا کتا نگی پیش من یادت رفت در زن دویم بر زن اول خساییز کنه در پدر مادر اینه در زن دویم مجبور بودم مادر مجبور پس بودم پیری لقمه پنسیری زنی لقمه مجبوریت بود دیگه چاره نبود به خاطر از اینکه دروازه خانه واشه بریم یا الله خیر رفتیم رفتیم خیر باش که با دیده نداری زیر خلطلک در خلطه پرتیم 19 حالا خدا خانه بکشم خبر خیلی باش دید برو مای خلطه با من خدا خوش آمدید مامان خدا خوش آمدید خدا خوشی کنه تا خیر خوش داشته زنده باشه زنده آرام باشه باشین خوش آمدید شکر یعنی گپ مد زمین ننداختیم زنده باشه که داماتم خیلی بینه از زنده باشین یکان مذاقه کا میکنه چون نداره نگیری حال مجبور میگه یا گو بگونی یا گونی به گو از دیگه خراره نداره زن جانم این کارا نداره خوش آمدید رفتیم با من خدا با من خدا خوش آمدید سلام میگی از زن کاکای گبر از این زنگ زدم که زن اولاد میم چطور زن اولادت کدام زن رفته شوی کرده نامرناق برناق بر از بد کرده ما در کجا شوی کردیم زن کاکای گفته که شوی کرده رفته نبیایی چی میکنی که می الهشان بته دخترای خواهم کت خود برده میگه همیشه زمین از زیر پایم رفت آسمان از بالا سرم که زن چطور شوی کرد رفت میگه ما میگه به دست بی پای شدم دیگه احتیاج محتاج شدم چی میکردم کار کردم غریبی کردم میگه رفتم زن گرفتم مال میگه دختر دارم بچم یک بچه دارم چی دارم اینو میگه پزد من اما خبرش گفتم که من گفتم کدام بدی و کدام بی احترامی بر تو نکردم تو مگم بسیار ناجوانی کردی بسیار بی وفایی که من نه او رو بخشیدم نه خوب گفتیم نه بد آرزو هر گپ که زد آرزو خیلی مادر جان خدا خیلی جگر خون نسوساییز با پسان گپ میزنیم در بارش خیلی ما بریم بر تگام چیز بیارم بخونم دوزی لستیم نه چیزی نمیخورم بچه گوش این اولاد کلام که آخرا میخین گیرید شو از یه خانت بگیره که چی کردی چی نکردی چی کردی پاک ششتم پاک سوختم کتازی من چون بر پدر رو باید زنگ بزنم یا خودش میآید دیگه چرا سمیرا چی شده چیزی نیست سلما حالا امروز من نمی گپ بر تو گفتم تو چرا پس بر آرزو گفتی حالا یک قسم که نگرفته چیزایی گفت که برات بگم باورت نمیشه کار خوب نبود من به خاطر گفتم که بفهمم حالا سلما تو دم چند روز میدیدم جگرخون بودی به خاطر مادر من به خوبی خودت گفتم که باش مریض نشینی ما گفتی خب نمیگفتم خبر گپ بر آرزو خب من گفتم سمیرا همون کارش خوب بود کس همراه مادر خود بیادبی میکنه نمیکنه این خمزش روی میکنه نمیکنه من به خاطر از این گفتم باش دل از طرف مادر جمع شو بفهمی که کجاست کجا نیست چرا رفتنی گفتم باشه آرزو بفهمم دیگه این کار نکنه تکرار خورد هنوز طرفت میدیدم دم چند روز چشمای دلق زده بود دلم بر سوخت گفتم میگه چرا شیطانی کردی آرزو میفهمی خودش هم اعصابش خراب است اون مادر مزش قاره است میشه که مادر موضوع برای شده سلمو میشه دوباره خطا شده باشه تشویش شده باشه جگرخون شده باشه کنه باز میشینه شیطانت میگه من به سلما گفتم بیبی خوار من به سلما گفتم که مادرم از خاطر من قار کرد رفت از خاطر من خفه شد نه من خودم به زبان خود اعتراف کردم نخواستم که در جزئیات برم اما جناب والی شیشته از الف تا یا برش اسیر بودی نگفته خال خیر از سال دو قدر سر صدا نکنی خانه چقدر جنگ میخوای زیاد شود امی خسرو چی میگه تره؟ امی چی میگه تره؟ یه سپاش لابد برگ سربان که بومرم بین همشتا نکو بعد است با خدا ابروی مادر ما میبری امی رقم نکو میگه در خانه یا کابروی برم میبری اون چطور میشه؟ ابروی چرا شیطانت رو به خود میگن با سلما پشلیز سلما چیر میزنن صبر سالی تو شکر بکش که تو مثل ما یک خوشو نداری که نه قینق توتیت نکدر حالا میبینی که چرا خمادم است حالا تو سر از خوشوگیری داری خودت نوکر طالق باش دیگه گناه ما چی هسته تو سر از خوشوگیری داری و هر چی میگه که قبول دارم یک چیز را یک گناه خدا قبول دارم حالا خیلی از یک گپ تیر شد چی بگویم فکر کن تو که اینجا ما رو خواهی زن به 2 پیسه ساخت این گپای نجدار خوشوی ما خواه اون هر چی که چیز کرد
با خنده خنده گپای خود زد. خب خیر باشه، ما کدت میفهم این رقم نمیشه دیگه. تا که برای زنگم زدم گفتم بهتام که بیا که جایی تو مسئله است، اما نامد. نمیفهم که در خوبی خود در گرفتم. ها بیا بیش خود. نمیفهم اون خور ما بیخی دمی خوبی خود ما در گرفتیم. ها سعی که تو نامد در یک پیسه شدم. گفتمشان برای زنگم زدم که حتما بیا بخی بیا که جایی تو رکایی مسئله است. نامد. خود تو هم گپای نیشدار خوشی نکنید. نه خلاص هم میگه دیگه بیادر جان. راست هم میگه. خب خدا می خانه می بود خبرم کردم زنگ زدم گفتم بخیر زن بیادر جان چیزی میتم بیایی یا منام خوشی تو شدید نامد چی بگم؟ نه والا نمیفهمم چرا تو کارو میکنم. دلم است که میگه درد دندان کندن است. بیخی رو من میگم خور. بیادر نکن باز نامادم بعد میشه گمش کو. چی میکنی؟ حتما به او خاطر یک ذره جگر خونت کرده دیگه. میبخشی از طرف از ما ازت معذرت میخوایم. نه خیر سال تو چون معذرت بخوای سلما. نه خیر خو من آرزوام درک میکنم. خو یگان مشکلات است میفهمون و پدر میگم چیغ میزنه. کدام پدر؟ حالا من باز به خاطر شیطانی نگفتم. من چی نیاز دارم شیطانی کنم؟ بر من چی میرسه؟ من گفتی به خاطر که گفتی خودت به تشویش بودم دیگه. خیر من روی ارزو گپ میزنم که چیز بفهم یک ذره. نه خیر است اله گپ نزن. پشتش نگرد دیگه خیر است. حالا شکر مادر آمد شکر که دلتان جمع شد. خوب است که آمد. خب بازم یه آرزو هنوزم اصلا نشده. بازم گپای سابقه نه خیر است بانش سلما چیزی نگو خورد است. من قدر خوش شدم مادر تو آمد دلتان جمع شد یک ذره. خورده خو گپ نمیفهمم خیلی چطور کنم سمیرا. خیر اما اون روز به خاطر بدی نگفتم که تو را برام بگم شیطانی کرد. گفتم که سمیرا ما گفتم تو بیادبی که چرا تو به من نگفتی خیر. من خب به خاطر دیگه چیز نگفته بودم. سمیرا جون من میگم مرسی. صحیح است. چرا پشت ما کم گرفتی؟ باید نمیشه. نباید به سلما شیطانی میگه. صبر در خانه ما اگر بدگه میشه. میشه بچه‌ی ما شیطانی باز میکنن. این رقم تو زندگی خود به دست خود خراب نکن. ما باید بگیم بس فامیلش نگرفتیم. خالص شایست برایش هم ندارم. حالا بعد از اینمی گپ آب ریزی مادرم میشه نکو خورک من میرقم گپ. او فاسنا تو درکم کردن نمیتونی. برو بانی مالا یک چند کارا. خو یک ذره سرصدا نکو به خدا سرصدایتم بخی بالا میبراید. تقصیرشون میسن. تو نمیجا باش من میرم اصلا خراب شد. قصد از این نگیرم ازش نمیمانم. دیگه والا آخرش باشه که دیگه این قسم کارا نکنه. با خدای نه. تو بیا اینجا بیا. نی با شیمانش نمیمونم. سبارز نی ما مثلا خانه داماد است سعی صحبت میشه که از اینجا دست شو یک جای دیگه بریم زندگی کنیم. بازی میشینه از الف تا یا به شوخ شیطانی میگن که امروز ما در خانه قسم کردیم این قسم نفر آمد ما جنگ کردیم جنجال شد. یک چیز نبرد میگم تو گوش شده گوش باشه. خب خوشو کلش نمیره کم است نی بسیار کم پیدا میشه که تو خوبی رفتار میکنه رفتار خود میکنه. این است که من خورزادیش هستم که من دشمن است. آفرین تو چی کنم میشه برو کار ندارم. مقصد سرصدا نکن. تو باید اشتباه جزای اشتباهی تو میبینی. به نام نیک فردی رو نگرفتی که قدر عزت تو را کنه. والا هست نگاهش کو دیگه باز که خودش ساده میشه دیگه چی گفتم میتونی. حالا مو بگوی بسر که یک زن مرد دیگه زن طلاق کرد پشت دیگه خواهش شاید که اینا میخوانی از یک تکه طلاقی سن این زن مردگی سن این گپا را هیچ نزن بیادر جان کامت چپ طبیعی خلاص. نمیفهمم که بیخی کتازی چی کنم چی بگویم. سعی که تو کار گفتم مرا که ایده زمین مندازه. خیر دیگر به خاطر که کتش خوبی کردیم نه اون دیدی که گپای خوشی ما بیان دیدی که خود اون گپ خود است به خاطر از اینکه میگه که اون میگرفتی خشت راست میگه با جانش میگرفتی یک روز میگه پیشانی تو از نبود این کتازی میگه این تو را کوی را بیان ایلا کدش ماندش طرف میگه گناه خودم است. بیادر داریم رفتن نمیتونم تو رو کلام نشدیم بازم میذاره یک روی میکنیم یک شو داریم کشید بشون بگوی شو داریم دیگه نبود بخیزی بیاییم که با ما امرت باشه نمیکنی بیادر جان نمیکنی. خب من از اول میگه نشنیدی که کلانا گفتن آرس داروسی کوچوکه در کوچوکی نکردی دیگه خود خب من کتازی خوبی کردم گفتم باش که یک ذره به حساب با همین دلش نرنجه اون از خاطر که از پدر جدا شد مادرش نبود
خب از دیگه خیالی خود آدم یاد فکر کنه درک کنه همین خانه‌ایم جایم زندگیم چند روز یک روز خونه جمع او خوره و اگه فکر کنه از خانه مردم جمعش کردم میره کلاشویی میکرد دیگه میکرد نه سالی ما بود سالی اون آخرش نویدی که در چی رقم خانه آمده هنوزم ناز قارش سعی کن خب یاد از جمع برم چکره بگیره خواه رو بگیرم بگی سبقی سرت نه خواه ما سلامت باشی نه برو بخیر خواه برو در باند او خانه دسته یک جایی که بردار که باز چی داری معامله داری نداری یه خواهی تو نه نیست نه کسی کارت که باشه و سبقی سرت نه زنده باشی خواه برو خدا نیک مبارک کنه خدا نیک مبارک کنه تو نیک مبارک کنه خوزادی شکر که بسر بلند مبارک دخترم ناری خب گفتم مادر که باشه جانو خیلی مادر بودیم ماما چی بودیم مادر که گفتم سادگی نکنه مامان کلام مادر اما خدا میفهمه پیش از زوجی کشید میره بگه کلی گپ کوتاه میکنه میگفتن که این حسیر کجا میگیرین تو نه تمام چیز خلاص میکنین یک کنه چی نمیگین فقط به کسا و ریموت داده میرین دیگه هیچ حالا گفتیم صدقی که من خودت میکنیم ماما که در دیر نبودیم که گفتم میکنیم مامان کلام آدم چرا یک چیز نمیگه ماما که گپ نزد گفتم باشیش میگیش یا گفت که برای من کل صدقی میکنم یک صبر کنم چی کنم مثال بکشم این خیلی چی کنم ماما در بخواستر نمیکنم امی کل گپ خلاص میکنم بعد از بازار کنه بعد از چی بعد میخوای تو دیگه بیای نداری کشید یک کام یک دوست آدم کم میارن مثل بکسا و سه خدا میدونم مامای من گفتم من زیردستش کلام دیدم میگم به شما هستم اما آدمای کلام الان اگه نمیفهم شما که نمیفهمید انا را شما کلام نمیفهم که کل چیز باید جواب که آدم کوتاه میکنه بعد از باز شیرین میکنه کل چیز در ما با مامای نمیدونم آدم روز اول لبیش چیز نگفتیم چیز نمیگم هم کاراتون کنه دیگه بچه مامان بچه نگفتیم باز ماما جا گفتیم بیاد خودت میفهمی چی میکنی چی نمیکنی کل چیز بر مامای ماندیم کل مامای باز میکنه چی میکنه هر مکر زبان از بیتر که خواهی از میگم میشینم میکنه زنی تسکلایی حال ما بگویم بسیار که تو هیچ کسا نمیزن بیادر شما نبود این خوار بیادر هر کار کنم کنم اما دیگه بر من همین ملاقاتی اما که بگویم باز میگم ما خودم میگم که شما مادر هستین یا که زن مامای مادر هستین یعنی میگه با مادر میرسه با کدوم کس دیگه نمیرسه حال با مادر و پدر که نبود ماما که نبود کاکا بچه بعد زن چی کدام میتونه کل شکل بگویم شما نیست کدام نمیتونه بگویم مرا آتشم بیتونیم بگویم انال مامای بچه بر من گفت بخورکم گفت خیلی بگویم که چیز نگفتیم که چی نکنیم همه چیزشان دست مامای که بود مامای بیشتر کل گپ علم میکنه بچه مامای دم خدا و شو کل چیز میفهمه او مادر نمیتونه بعد از این طرف نمیفهمه چی روز اول نگفتین گپای دم مامای روز اول من گفت چیزی که بکن میکنین گفت آن ازار کرد تو هر گپ که بزنی من بگفته خونه مامای خدا نمون گپ خود سالا میگوشه اگر این مردم لیست میتر لیست میبرد نیست دیگه خیلی وقت نمیکنه چرا نمیکنه برای مامان گفتن نتونست بچه بو برای من میگم موضوع مال شده بود آرزو خاک مینداخته بود چی کار است که بشینه بر تو بگویه خدایا توضیح نداد فقط من جیگرخون بودم آرزو هرچی نباشه اما میمان است چرا تو باید رفتارم روش میکنی برو که پدر تا مدینال بیا خوشوید که ما دعوا دیه بگنی برو بگو بیادر تا میراث از بیادر بگینی کدام میراث بگو از مادرم دعوا داشتی که میگرفتی ما بخی میترسم مادر ما کدامیم دیگه هیچ کار نمیگیرم دمو خانه که مال خود ماست خانه خود ماست مال خودت است مال خود بردی برو بر خود خانه بگی خانه تجار که تو چرا قدر بی‌غباش هستی مال خانه چی جور کنم شیرنی دادن خور زاده خود مانده بگو برو بیادر که تا آمده خودت میفهمی کار مادر از امی آرزو بگویم یک دفعه بگو چی میگی بچه امی آرزو من نمیفهم چرا که امی خوشوی خودونم خوشویش میشه چطور که از امو قدر دعوا میکنه چی؟
یا کدیش یک خوب رفتار خویان خوب رفتار نمیکنه. من گفتم که از یک ذره خوب رفتار کو کتی خوشویی نه کدام سمیرا